یکی بود یکی نبود، عجب شهر فرنگی بود. یه حاجی بود ای رفیق، تو کار دین خیلی دقیق. قضا نشد هرگز نمازش، علی علی هم بود آوازش. با نعل خر روی پیشونی، اشوه می کرد چون ماه پیشونی. احکام شرع بودش فوت آب، سوادش هم حد قرآن یک کتاب. ماه رمضان براعت می کرد، قرآن را چند بار قرائت می کرد. می دانست تقدم با کدوم پاشه، تا خیر سرش بره بشاشه. گر در نمازش شک می کرد، جنگ با پتو و تشک می کرد. دست به ریش می کشید با بیحالی، جای یک شیشکی بود خالی. در حجره عقد موقت توی پستو، تو خدعایی و بعد رپت پتو. در ملا با تمانینه می گفت یاهو، در خفا روی صیغه می گفت یوهو. علاقه به طعام مفتی می داشت، هر نظریه شهر را نشونی می داشت. به هر خیراتی ور و ور نگاه می کرد، مثل خرمگس وز و وز صدا می کرد. با سخاوت بود فقط در صلوات، به فقیران نگاه می کرد مات مات. گاه لب چون شتر می کرد و ذکر الله، گاه چون نشین مرغ و استغفر الله. شبها هم بدون رودرواسی، گوش می کرد به رادیو بی بی سی. چون تظاهر به کمخوری می کرد دیگر، در نهان می لنبوند حلیم و جیگر. تمام اینها که گفتیم ما جای خود، خمس و زکات حاجی اما جای خود. با وسواس تمام آن را حساب می کرد، هر یک ریال آن را احتساب می کرد. نکند ذره ای زان کم شود، روز جزا گبران را همدم شود. سخنان امام الحق که بجاست، مؤمنین خمس و زکات سهم خداست. حال که نمی بینید خدا را این زمان، پول را باید داد به امام زمان. امام تو راه و همین روزا میاد، اما فعلا پول را به ما رد کن بیاد. بدهی به الله بچه بازی نیست، گر قصور شود الله راضی نیست. حاجی اما در پرداخت پول بود لرزان، گفت کاش جنس الله کمی بود ارزان. حرف پول میشد این حرفا حالیش نبود، ضرب شمشیر هم این بابا کاریش نبود. پس امام را دعوت به افطاری نمود، بس کرنش و بس شیرین گفتاری نمود. بعد از آن که مبلغی پرداخت نمود، چاره ای را از او درخواست نمود. امام آیه‌ای خواند با لحن غلیظ، بعد گازی زد بر ران مرغ لذیذ. گفت لا اله الا الله الله اکبر، خمس توست واجب بر مشهدی اکبر. در این باب با او خیلی صحبت کرده ام، به فامیلش کلی محبت کرده ام. می نوازم من دختر صغیرش، تا کنون کردم چندین بار صیغش. دختر دیگری نیز دارد 6 ساله، به من میگه عمو به عیال خاله. به او هم دارم بنده خیلی علاقه، میدمش یاد فعلا نهج البلاغه. از همین حالا براش قش میکنم، چند سال دیگر نیز صیغش میکنم. انشاءالله که یواش یواش میشه، همین صیغه شدن براش پیشه. زنش مسجد را آب و جاروب میکند، بیت من را هم رفت و روب میکند. مشتکبر مرد مؤمن و پاکیست، خوش حساب است و خیلی هم خاکیست. راه و چاه را من به او آموختم، تا کنون چند بار او را آزمودم. آنچه میدهی این دست و آن دست میدهد، با رغبت خمس و زکات را پس میدهد. فقط 1/100 آن را با دل خوش، بر می‌دارد به عنوان دست خوش. این گونه تو از دین خمس رهیده‌ای، هم مسلمان دبش و هم پرهیخته‌ای. سفره دیگر بیارا همین جوری،
تا سر و تهش را هم بیاریم همین طوری. گفت حاجی طبق شرع خمس را من میدهم، هرچه گوید دین به آن تن میدهم. اما ترسم که مشت اکبر بینوا بعد از دریافت پول گردد بی حیا. طمع بندد بر آن پول بی صاحب، بر نگرداند آن را به این جانب. میدانی که پول مفت خیلی حاله، حتی الله هم چشمش به این ماله. اصلا با خمس چه می کند الله؟ در غرب که خمس نیست بهتر میزیند والا. این مشت اکبر هم انسان است و طمعکار، گر پس ندهد پول ناید ازم هیچ کار. گفت با او امام پادشه ور مالیده، به در آخوند کسی نمالیده. اگر هم فکر کرده که مالیده، در آخر کار زیرش زاییده. از این سفره رنگین چیده، به کسی جز ما چیزی نماسیده. بار اول نیست که این کار می کنم، خیلی آسان کار دشوار می کنم. اگر کارت گیر کرد در عرش الهی، براش شرعاً می سازم من کلاهی. بهر 1000 در بسته ندید دارم، به قدر دانه تسبیح کلید دارم. تو خمس خود را بخش بر 100 می کنی، 100 بار 100 به او رد می کنی. او هر بار باز می گرداند آن را به تو، تو تکرار می کنی آن را نو به نو. فقط بار 100 را پس ندهد وی، قرار کار را او خوب می داند. اوکی؟ کل خمس را هم که نباید نقد کنی، راحت مثل صیغه که نباید عقد کنی. بعد امام کونش رو جا به جا کرد، 2 بامیه با هم در دهان جا کرد. حاجی چون آگاه از این راست شد، نیشش تا بناگوشش باز شد. گفت چه کلکی چشم نخوری ماشالله، آیت الله میشوی تو انشالله. دمت گرم ای امام که خیلی عالمی، اعجوبه‌ای، علامه‌ای، کاملی. گفته بودند که هر مشکل میگشایی، اصلا خود عاجل مشکل گشایی. به نظر خنگ و گیج و بی دست و پایی، اما موش مرده خیلی آب زیر کاهی. حال که چاره خمس ما را کرده ای، فکری بر رباخواری ما کرده ای؟ گفت طبق احکام دین مبین، چرب کن سبیل ما را و ببین. شون این ندارد رو خرجش کنیم با هم، حاجی جان زنا که نکرده ای جانم. گفت حاجی داغ دلم را تازه کردی، درزش گرفته بودم امام پاره کردی. اما ندرتن کرده ام این کار پست، میزنم هرگاه می و میشوم مست. حال ای امام آجیل مشکل گشایم، باز کن این گره را نیز از دست و پایم. امام با 2 گاز بلعید 1 دانه هلو، بعد ول داد بادی از پایین و از گلو. گفت الله یار مردان کریم است، هم حلیم و هم حکیم و هم رحیم است. گردهی کفاره تطهیرت می کنم، سفارش بر منکر و نکیرت می کنم. آسوده بمیر حاجی که نداری، شب اول قبرت هیچ فشاری. هرچه گناه کرده ای بخشم من به تو، در قیامت هم جدم کند آن را و تو. سفره دیگر بیارا همین جوری، تا سر و تهش را هم بیاریم همین جوری. آنگاه امام زد 1 لبخند و 2 چشمک، بعد هجوم آورد با 5 انگشت به پشمک. خوش گفت فروغ کین زاهدان خرقه پوش، بهر خویش کرده اند هر چیزی رو توش. میدانستیم ای شیخک که حق بازی، اما تو با اللهتم میکنی بازی. گفتی حالا که اوضاع شیر تو شیره، سر خدا را هم بمالیم شیره. 1 عمامه بر سر و عبایی به دوش، بخوریم مفت و صلواتی هم بروش. شیطان گشته ای در علمیه قوم، از او کم داری 2 شاخ و 1 دم. امت را رنگ کرده ای به اسم الله، الله را هم رنگ کرده ای آیت الله.
این چه درس است که خوانده ای امام؟ مفخوری به ریتم دیریم رام رام دیرام. کاه بین دو گوشت شد توی حوزه، یا مخت دود شد از بس که خواندی روزه. گفته بودی که روی آب راه می روی، اما داری زیر آبی می روی. با ذات ابلیس و با هیکل نبی، صیغه فحشا می خوانی زیر لبی. این است امر به معروف و به منکر، گمان کردی خداست هم کور و هم کر. همه علم آموختند هزینه کردند کلان، تو چه آموخته ای مفتی ای بهمان و فلان؟ با این همه دانشسرا و دانشمند، فقط تو گشته ای عالم ای خالی بند. بعد از تحصیل هم می روند دنبال کار، تو چه کاری کرده ای ای شیخ بیار؟ اصلا یک روز به کاری پرداخته ای، چیزکی از این همه چیز ساخته ای. دین را بهر خود کار و سودا کرده ای، نرخر این چه شغل است که پیدا کرده ای؟ برای هر دناعت و رذیلتی، با القاب تازی ساختی فضیلتی. شلاق و شکنجه را تعزیر نامیده ای، غارت را غنیمت کرده و بالیده ای. جل الخالق این دین چرا اینطوریه؟ دروغ هم مجازه با اسم طوریه. چون که ذاتت چون جدت خیلی هیزه، مالش بر طفل شیرخوار نامش تفخیزه. بهشت را هم فاحشه خانه کرده ای، فرج و عورت جاودانه کرده ای. سکس با حوری کنی جلو روی زنت، غلمان هم انداختی رو آبجی و ننت. برای آن خواهی ملت را مسلمان، که شبانی کنی گوسفندان نادان. ای شرم بر آن رهبر فقید تو، هم بر آن هر مرجع تقلید تو. شمه ای از دین فروشان گفتم برایت، شمه ای دیگر کنم بعداً حکایت.